یک بخش جشن نوروز را بازی‌های سنتی ورزشی تشکیل می‌دهد. در ایام نوروز مسابقات پهلوانان در نمودهای گشتنگیری، اسب‌دوانی، پایگاه، بندکشی، چوگانبازی و امثال اینها خیلی زیاد گذرانیده می‌شود. در همه دهه و شهرک و شهرهای کلان مسابقات نوروزی گشتنگیری برپا می‌گردد. بازی‌های نوروزی هم وابسته به سن و سال طبقه‌ها گوناگون بودند. مثلا کودکان بازی‌هایی داشتند که به سن سال خود خاص بود و در آنها مهارت حاضرجوابی، پریدن و جهیدن، چست و چالاکی که برای انکشاف کودک ضرور بود تأسیس داده می‌شد. مثلا بازی‌هایی بودند که تیزگویک‌ها بودند، مثلا برای ذهن کودک رو معین کردند. چیستانبرک‌ها بودند. خب بلبلان خانه کیست بودند که در اون ایدگاه وقتی سرجم می‌شدند حتما برای گلدخترکان مثلا بازی مثلا با سنگچه‌ها بود، سنگچیل بازی می‌کردند. یا فرض کردیم ارغنچک بازی بود، یا فرض کردیم از بالای بند جهیدن بود که همون با انکشاف جسمانی کودک تاثیرهای خوب داشت. و در قطاری وقتی که سن و سال می‌رفت برای کلانسالان هم بازی‌ها گوناگون بودند. برای گلدخترکان مثلا بازی ارغنچک بازی بود و آیین بود که وقتی که دخترکان حتما باید که نه کمتر از 40 مرتبه وقتی که ارغنچک‌ها در شاخه‌های درخت بزرگ ساخته می‌شدند باید که الوانچ خورند و باور داشتند که به همین واسطه گناهایی که در طول سال کردن ریخته می‌شود و در سال نو آنها بیگناه هستند. بله درست است، در نوروز بازی‌های نوروزی هستند. ما بازی‌های نوروزی رو میگوییم که در مجموع از همه بازی که در بین جوانان ما معمول است این بازی گوشتنگیری است یا که یکی از نوع‌های ورزشی است که امروز هم در جمهوری تاجیکستان خب در بین مردم رایج است. این گوشتنگیری است یا که گوشتین کمربندی میگویند. البته این هم خصوصیت‌های خاصی خودش دارد. اونی که مردم دوره گیر میآیند جمع میشوند و زور آزمایی پهلوان‌هایی که زور آزمایی جوانان را معین میکنند چون رمز 2 نفر موی سفید در صحنه البته با پوشیدن جامه و میانبند به صحنه وارد میشوند و با رقص کردن یا که دست افشانیدن همین آغاز مراسم خب گوشتنگیری را آنها نشان میدهند به جوانان. سپس از همان توفه هایی که آماده کرده شده است به آن موی سفید ها یک دانگی توفه تقدیم کرده می شود و در برابر این آنها از زمان با جوانان البته دعا میدهند و جوانانی از خب پهلوانانی میانه سر کرده تا پهلوانانی که در خب البته وزنهای مختلف هستند در میدان میبرویند و قوه آزمایی میکنند. در هر یک منطقه کشور امروز مردم وابسته به محل بازی‌های خاص نوروزی خود را دارند. و برای جوان مردم باشد که معرفی دهه یا محل بود بازی‌های ورزشی حتما ساخته می‌شد. مثلا بازی گوشتنگیری بود که در آن پهلوانان بهترین دهه‌ها معرفی می‌شدند. و بازی‌ها با توسط اسب بود، هم اسب‌های بهترین و هم مهارت و جسارت پهلوانان دهه معین کرده میشد که برای حفظ مرز و بومی هم دهه هم محل باید که بهترین ها انتخاب میشدند. یعنی ببینید که در مفهوم یا همون چارچوبه جشن نوروز حتما بازی چی از بازی سر کرده چی از دیگر عنعنه و مراسم ها یک جنبه های بودند که اصلا مردم در روحیه راستی، در روحیه پاکی، در روحیه جسارت و متانت تربیت میکردند. این بازی ها در بین جوانان ما گذرانیده می شود. اهداف این بازی ها خب در برابر اینکه ما میگیم که سنت و آیین چندین هزار ساله داشتن ملت رو افاده کند، این بازی های ورزشی افاده آن رو میکنند که خلق تاجیک نیز در برابر جشن و آیین و خب مراسم های خود باز همیگونه بازی های ورزشی نیز دارد. این از آن شهادت میدهد که ملت ما ملت فرهنگی است، ملتی هست که در برابر نگاه داشتن تاریخ سنت چندین هزار ساله خود بازی‌های ورزشی خود را نیز خوب البته در جشن نوروز زنده نگاه می‌دارد و این گونه بازی‌ها را در بین جوانان و کلانسالان تشکیل و برگزار می‌نماید. بغیر از گوشتین در دهه‌های مسابقه و بازی‌های تخم جنگ، خروس جنگ، کبک جنگ و مانند اینها را برپا می‌نمایند.
наврӯз дар баробари ҳифзи анъанаҳои милливу ҳунару ҳунармандии мардуми тоҷик, ҳамчунин дар доираи худ паҳлавониву таномандӣ ва варзишу тансиҳатиро ҳифз намуда, бо анҷоми маросими бозиҳои варзишӣ онро миёни мардуми мо маъмул намудааст, ки он аз гузашта то имрӯз бо як шукӯҳи хос ва баргузории маросимҳои паҳлавонӣ миёни мардум доир мегардад.